میگه که ثم قال لجلسائه امضوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا ان يغدر به هذا الخبيث الماكر. برید اگید پیغمبر بیسته که این کثافت بسیار مکاره. در هم وقتی گفتم به حذیره که دانا بود یگان تدبیر یا یگان خطه کشیدگی برای کشتن پیامبر، یگان کار انجام دادنی شید چی کنی؟ مثلا آماده باشه، تیار باشه. اگه یا حاضر باشه پیامبر بودن در تلخرانی تراش بودن اصحاب پیامبر. میگه ها اخرانم قپید ای کرتاش کشیده بردش. نه مسلمان دائم عزت داره. مثلا دازی هر یک متکبر یا دازی هر یک کافی سرخم نیست. مسلمان با عزت کشیده بردش. خودش را پیغمبر گفت که کثافت یگان کاری بد ماگی. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که بیارش. وقتی که دیدکش گفت که عمر بویش کن عقیب بشی. میگه وهب عمیر ابن وهب نماز شیشتک صحابه پیغمبرم تیار دگید شیشتگیان. میگه گفت ادنو یا عمیر قریب شی. قریب شیشتک گفت که انعم صباحا. شیخم السلام علیکم و رحمت الله. بعد اسلام را آوردن همین خیلی یک نموز تحیه و سلام مردمی مشرک داشتن. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ لقد اکرمنا الله بتحیه خیر من تحیتک یا عمیر. خداوند بهترین تحیه و بهترین سلام برای ما دادگه ایده به. نه که متکبری عمیر نمداشت گفت تو هم دین رختم امیرم میگفتی که امروز خیلی شدگی. مثلا متکبر رو ببین اگر امر معروفش کو اخیرون میسهمی یک جای فرصت بیا کو یک گپک میگه. ده هم باید نگاه یک گپک میگه. نه همین متکبر تو حاضر هم حتی مسلمان‌ها یا متکبر هم ترنگی همین اول معروف میفهمه میگه حضرت ها گپ درسته نه که بابی همین کار عجیب یا نشد میزنه یا که دروغ میگه حضرت ایشون فلانی ناصح الدین دیدم یا حضرت ایشون فلانی را همین کار عجیب اگه او ممکن حضرت ایشون ناصح الدین در حیاتش دیدگی نبود. نه که دروغ یا در زمان حضرت ایشون ناصح الدین یا الکش بود. نه که هم یک گپ دروغ میبنده که هم گپ خودش حجت کنه. خلاصه گفت که ما الذی جاء بک یا عمیر. برای چی اومدی؟ گفت جئت ارجو فکاک هذا الاسیر الذی عندکم. اومدم که این بچه ما هوی کنی مثلا در پیش شما. گفت که این شمشیرت برای چیه پیامبر؟ چیش گفت شمشیرت که در بر زگه برای چیه؟ گفت که قبح الله من سیوف و هل اغنت عنا شیئا یوم بدر. خود میگن که ناشرگی فلانی کو مثلا ناشرگی شمشیرتا که همین روزی بدر چی فایده دادن که اکه حالی فایده میدین؟ اکه جواب شنگه که ده. رسول صلی الله علیه و سلم گفت که راست بگوی عمیر برای چی اومدی؟ گفت برای همین قومم که بچه ما کنیم دیگه اگه مقصد دیگه ندارم. گفت که وقتی که این تکی باشه ها گفتم که از این کعبه مصلحت که عجیب دن که همه یمی قرضام و زندگی هم با کلبی غیر صفوان ابن امیه و همی عمیر ابن وحد همی مصلحت ایش که نمیدونیزم مکن. گفت از این کعبه او روز رفته شیشته از این حجر دعیات و زد اون مردگیات و ابو جهل ابو لهب و صفوان ابو لهب که بعد چیشیده در این جنگ اشتراک اگه نبوده همه دعیات و زدن این مردگیات و روز جنگ بدر بعد نصلیحت که گفت که زندگی تا با کلمه گرمه کودکات و قرضات میتیم باید نیسته همین تاچ نه همون چیزایی که گذشتگی بود بین صفوان و بین عمیر پیامبر نقل شد به همین رفت. میگه همین قطعی صدق سر شاوش کرده گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شهادتی میتیم که یگان معبودی بر حق نیست مگر خدای یکتا و ته محمد پیامبری. والله که ای آسمون خبر رو میدادیم و باور نمیکردیم
لیکن امروز با چشمم دیدم ای رسول خدا که همین سخنه که بین من و بین صفوان گذشتگه والله که هیچ که نمیدونیستش همیره ما دو کس گفتگی بدیم والله که همین خبره که تو نقل کهی قسم به خدا که خدا تر خبر کهی میگه مسلمان شد رسول خدا گفت که برادر تو اسلام تعلیم بتی فقه تعلیمش بتی دین بفهمونش حضرت عیسی دین تعلیم گرفت فهمید برای حضرت عمر گفت که والله بعد از ایمان آوردنش عمیر ابن وهب ای بعضی بچه هم برای من بهر فوالله ای خوک برای من بد بود در وقتی که مشرک بود ای خوک داشتمش میدیدم لخنزیر کان احب الی من عمیر ابن وهب والله که یک خوک ای عمیر ابن وهب به بود وقتی کافر بدنش وقتی که مسلمان شد والله که ای بچه هم بسیار دوستش میدونم میگه وقتی که عمیر ابن وهب اسلام تعلیم گرفت توحید در وجودش جا کرد جوش زد خون و پوست رگش را خداشناسی و یگانگی الله جا کرد پیش پیامبر اومد یا رسول الله گفت اجازتم تیتا برم مکه و دعوت بتی یکی در مکه صفوان ابن امیه دایم در جای ابو سفیان هم میدیدم کافر کلون کلون در وقتی کافر بدن شو میگفت که ابشیرو صبر کنه یا بشارت به شما صبر کنه قد یا واقعی به حد بزرگ به شما یا خرسندی به حد بزرگ برای شما میآید میره با یا هفته میگذره دو هفته میگذره فراموش میکنه آخری هیچ گپ نشد صبر کنی خلاصه که کسی که مدینه میومد یا همین طرفا میپرسید صفوان که عمر ابن وهب دیده میگفتن ندیم یک کس اومد گفت مسلمون شید مثل یک آتشه که ای آسمون در بالا یک کس میزنه همین خیلی زورش اومده صفوانه صفوان میگه اگر همه مسلمون میشیدن برای من آسون بود ایه که عمر ابن وهب مسلمون شد بگیم KGB کلون مسلمون شده هم زورش اومد میگه یا آدم مسلمون اگر دمی یا امریکانس یا روسی عادی اگر مسلمون شود کو اگر هیچی تلخشو نمیکفم دولت ضرورت اگر یک KGB اوه دیگه در اخبارها عیس جزیره و نوستی و العربیه و همه کانالای عالم نگاه کنی یک KGB مسلمون شد دیگه تلخش میکفه ده که یک کافر سرسخت مسلمون شد خلاصه همه که حضرت عمر ابن وهب گشت اومدک گفت که تو مقصد که من نیکی کردی و پل صرف کردی و من برای کشتن محمد رای که من مسلمون شدم خواستم که به خاطر همین نیکی دیا نیکیت کنم گو رو تا گم که نبینیم دیگه ده ای مثلا رو تا نبینیم نبچه نبینیم گو آخی تو با من نیکی که اگه خواهم یا نیکیت کنم گو چی نیکی؟ گو همین اسلام هم برای تو آوام اوه نبچه دم تاره که چی شیده ده پیلوسا مینوسا ایش دهش میزن کن الواق میپره همین تلخش کافی ده سفیان ابن امیه را خلاصه هم تلخش کافی گو که نبچه قطعی همون پدرکه آوردگی تو نبینیم رنگ رو تا والله دیگه یک تین ده تو دیگه صرف نمینم گو چیزی که ای خدا با من میرسه او بیهی برای من او چیزی ای خدا میرسه او بیهی اصحاب پیامبر هم تبنه حتی اینه بچه عبدالله پیسر کی بود؟ یک صحابه فراموش کنم خطیب قریش بود سهیل ابن عمر یا عمر ابن سهیل سهیل ابن عمر خلاص بچه همون وقتی پدرش گفت که مثلا دیگر نمیتونید پلمون گفت ما عند الله خیر و ابقا او چیزی که خدا برای میتیه ای پدر جان او برای بیهی من پروای مال ندارم من ایمان قبول کنم اسلام قبول کنم برای بسای تو میتیم نمیتیم با کار ندارم خلاصه اینکه همین عمر ابن وهب ما میخیل گفت رفته گو والله که در کجایی که اصحاب پیامبر در این مکه غم دادم در هر تاچکه که غم شد دادگیم انو جمیرم خوبی های محمد اصحابش بیان میکن مردم به سوی خدا دعوت همین خیلم کرد تلخه کافی رو کافی حتی اکرمه ابن ابی جهل در وقتی گفتن گفت که میرم کلش میگیرم خلاصه اینکه صفوان ابن امیه نموندش مردم عرب یک عادت خوب داشتن که اگر کسی را در کفالتش میگرفت اگر در گارانتیش نمیگذاشت که یگان کس بکشش مرده نمیگذاشت خیانت نمیکرد فهمیدین مثلا از سیاسی دولت میروند
پناهگاه سیاسی طلب میکنن دیگه و دولت اگر این دولت صاحب همین انسان سیاستمدار بم برای طلب کردن نمیتیش. همین خیل مشرکای مکه همون زمان هم عادت داشتن. خلاصه اینکه نموندش دعوت داد بسیار خلق بسیار به دست حضرت عمیر ابن وهب مسلمان شد و هر جاهایی که پیغمبر غم داد همون جا میرفته که دعوت میگفتم در همه جا پیغمبر همین گپ گفتم دروغ بود. پیغمبر ان خیلی خصلت خوب داره، فلان اصحاب پیغمبر هم خیلی گفتم خیلی خصلت خوب داره. خلاصه اینکه حضرت عمر ابن وهب دعوت داد همین خیلی اسلام به مردم رساند. الله جل شأنه عمر ابن وهب و تمام اصحاب پیغمبر فردوس اعلی را نصیب شون کنه. خیلی که در دنیا صحبت پیامبر و خدمت پیامبر نصیب شون کرد، الله جل شأنه صحبت پیامبر همین خیلی در جنات و نعیم اونها را و ما را نصیب کنه و خداوند حیات این صحابه بزرگ یک درس برای ما و شما بگردونه برحمتک یا ارحم الراحمین.